افشای حقایق عروسی دوم غزال عنایت از زبان رجا رایش همسر اولش غزال عنایت با کی ازدواج کرده است. دلیل نشر تازه‌ترین تصاویر غزال عنایت با لباس سبز و سفید چی بوده است؟ وی چی زمانی از شوهر اولش جدا شد؟ غزال عنایت آیا طفل داشته است و یا هم خیر؟ و دلیل دوری وی از هنر موسیقی چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. غزال عنایت هنرمند جوان، یکی از چهره‌های شناخته شده و مطرح در هنر موسیقی افغانستان. کارهای هنر موسیقی غزال عنایت برمیگردد به 15 سال قبل. وی در سن نوجوانی خود شروع به سرودن آهنگ کرد و در آن زمان آهنگهای غزال عنایت در میان مردم افغانستان به اوج شهرت و محبوبیت این دختر خانم افزود. غزال عنایت با نظیر خار آهنگهای دوگانه بیشمار سرود، آهنگهایش بازتاب خوبی هم داشت. این دختر خانم موفق و جوان در افغانستان ازدواج کرده بود. وی کارمند یکی از بانک‌های خصوصی در افغانستان بود. بعد از آن که به کشور کانادا سفر کرد، از همسر اولش جدا شد و کاملا راه هنر موسیقیش را با همسر اولش جدا ساخت. وی آهنگ‌های بیشمار با قیس الفت سرود و ویدیو کلیپ‌هایش را هم ثبت کرد. غزال عنایت این روزها تصاویرش دوباره در صفحات مجازی با لباس سفید نشر می شود که گویا این دختر خانم بار دیگر ازدواج کرده است. همسر اول غزال عنایت در کشور استرالیا است و تاکنون ازدواج دیگری نداشته است. رجا رایش در چندین برنامه تلویزیونی غزال عنایت را خائن و بی‌وفا خطاب کرده است. ولی هر هنرمند خودش می‌داند و زندگی شخصیش. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای تک تک از این هنرمندان خوب کشور آرزوی سلامتی و سعادت دارم. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان غزال عنایت به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به لای من نامانت گذاشتم. موفق کامیاب باشید.